شنوندگان عزیز به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 ایول است و من عبدالله اشرف هستم. طی 15 دقیقه دیگر همراه شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. پس از مذمت پرزیدنت، آژانسی مبارزه با کروپسیا میگوید نسبت شهباز رجبزاده تفتیشات نبرده است چون کسی از او شکایت نداشت. صداقت مشتریان را قدر میکنند. شرکت موبیلی اعلان کرد که خرج گرفتن شناسنامه نو را به مشتریانش جبران میکند. و مشتری امکان دارد که این 20 سومانی یا مبلغ معینی که به او برگردانیده می شود برای اینترنت، برای گفتگوی تلفنی و برای دیگر امور در شبکه‌های اجتماعی صرف کند. معالجه در احاطه کلم و شوکیک. بیماران در کلوب از شرایط طاقت فرسای بیمارخانه شکایت دارند. سنترها سطلشون دردشون کوچه با کوچه او میکنن، یا وانه هم را پر میکنن. آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان میگوید نسبت شهباز رجبزاده، سابق رئیس گذرگاه گمرکی دوشنبه یک که از جانب رئیس جمهور سخت انتقاد شد، پرونده باز نشده است. سلیمان سلطانزاده رهبری آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 30 ایول در حضور خبرنگاران در دوشنبه گفت نسبت شهباز رجبزاده یگان عرض و شکایت وارد نشده است. نسبت رجبزاده شوروخ شهباز در مقامات агенти یگان عرض شکایت وارد نشده است و نسبت وی در مقامات агенти یگان خیلی تفتیش و سنجش برده نمی شود. چنین پاسخ در مورد شهباز رجبزاده بحث گرمی را میان خبرنگاران و مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا به وجود آورد. خبرنگاران از جمله پرسیدند که چگونه یک منصبدار در 1 سال و 8 ماه صاحب 3 خانه می شود و آیا این فسادکاری نیست؟ اما سردار آژانسی مبارزه با کروپسیا از پاسخ دادن به این سوال خودداری ورزید. یک شرکت موبیلی در تاجیکستان برای از دست نرفتن مشتریان آنها را برای هر چه زودتر عوض کردن شناسنامه ها تشویق دارد، چون تا انجام مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه های پلاستیکی نو روزهای به شمار باقی ماند. نفرانی که تا 15 اوگوست سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید نمیگیرند از علاقه موبیلی محروم خواهند شد. برای جلب بیشتری مشتریان، شرکت موبیلی تیسل اعلان کرده است که خرج گرفتن شناسنامه نو را جبران خواهد کرد. چگونه؟ زرانگیز نوروزشاه شهر می‌دهد. در شب و روز داغ شدن بحثی عوض کردن شناسنامه برای ثبت نام سیم کارت، یکی از شرکت‌های موبیلی می‌خواهد صداقت مشتریانش را قدر کند. شرکت تیسل با ارسال پیامک به مشتریان خبر داده است که 120 سومانی برای شناسنامه نو صرف کردهشان را به آنها برمیگرداند. مسئولین شرکت تیسل میگویند این مبلغ در شکل نقد به مشتری پیشنهاد نمی شود. آن به گونه نقدی پول برگردانیده نمی شود. آن هر ماه در طول چند ماه، شاید تا 6 ماه، مثلا به طور مثال هر ماه به گونه 20 سومانی برگردانیده می شود و مشتری امکان دارد که این 20 سومانی یا مبلغ معینی که به او برگردانیده می شود برای اینترنت، برای گفتگوی تلفنی و برای دیگر امور در شبکه‌های اجتماعی صرف کند. پیام شرکت اکثر مشتریان علاقه موبیلی را که این شب و روز در تشویش گرفتن شناسنامه و دیگر باره ثبت نام کردن رقم تلفن خود هستند در حیرت گذاشته است. پاسپورت پول جاتیان که همه یاردم کلونه. چند سوم صرف کردی شما برای پاسپورت؟ هم اشتراک برده 94 سوم وای بانک دست برده. 156 سوم شد همه قشد. خیلی ها ندارن شرایطی که نه ممکن پاسپورت وای کردن با حساب با پاسپورت الکترونی میکنن. اونو دقیق نه مثلا ندارن یا اولی که 10-11 نفر هم وای خیلی میکنن. برای می این امکانیت های برای هم وای را. کارشناسان میگویند اقدام کمک به مشتریان از یک طرف البته یک راه ترغیب شرکت است و از طرف دیگر هم برای حفظ شمار مشتریان مساعدت میکند. مثلا من خودم شخصی که از ساعت 9 صبح تا 11 شب کار میکنم خیلی دشوار است که وقت یافته و نوبت ایستاده پاسپورت گیریم، بعدا سیم کارتمان را دوباره ثبت کنیم. باز در اینجا وقت برای پر کردن کاغذ و دیگر حجت ها می رود. این البته برای مردم مشکلی کلان است.
با یک دستور حکومت تاجیکستان که ماه فوریه سال 2019 رسانه‌ای گشت، نامنویسی دیگرباره شماره‌های مشتریان شرکت‌های تلفنی باید تا 16 اوگوست به پایان رسد. شرکت‌های موبیلی میگویند تا امروز نزدیک به 2 میلیون سیم کارت را با شناسنامه نو به قید گرفتند. باز باید بیش از 3 میلیون سیم کارت دیگر دوباره ثبت نام شود. معلوم نیست فرصتی باقی مانده خواهد رسید یا نه، اما مسئولین خدمات علاقه و هم وزارت کارهای داخله اخیراً از احتمالیت تمدید شدن مهلت ثبت نام دیگرباره سیم کارت ها با شناسنامه نو خبر دادند. زرنگیز نوروزشاه، شادمانی یتیم، آزادی. یک گروه حامیان حقوق و وکالتدار عاید به حقوق انسان و نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان با زید سعیدوف، صاحبکار محکوم شده در زندان وحدت، صحبت کردند. پس از آشوب در زندان وحدت که ماه می سال جاری رخ داد، خبرهای نشر شد که زید سعیدوف در جریان آشوب زخمدار شده است. اما اعضای ائتلاف ضد شکنجه میگویند خبر زخمدار شدن زید سعیدوف هنگام آشوب زندان وحدت تصدیق نشد. تفصیلات دیدار حامیان حقوق با زید سعیدوف در زندان میرزا نبی خالقزاد میگوید. حامیان حقوق سازمان ائتلاف ضد شکنجه پس از صحبت با زید سعیدوف، صاحبکار شناخته محکوم شده تاجیک، گفتند که وی هنگام حمله در ماه می در همین زندان وحدت از طرف گروه های تندرو مورد شکنجه و لطوکوب قرار نگرفته است و خود زید در صحبت مفصلی که با این هم نماینده های ائتلاف ضد شکنجه و هم امبودسمن تاجیکستان داشتند گفته است که وی با چنین حالت روبرو نشده است. زید سعیدوف در صحبت مفصلی که 3 روز قبل با این حامیان حقوق داشت گفته است که در وقتی که آگاه می شود که در زندان آشوب برمیخیزد و به گوشه دیگر می رود و هنگام رفتن به رخت خوابش از پا می افتد و زخم سبک می بردارد. و گفته است که در این هنگام هیچ گونه حمله نسبت به صورت نگرفته است و این خلاصه را حامیان حقوق سازمان ضد شکنجه در سامانه خود 29 ایول به نشر رساندند. اما طوری که نزدیکان محبوسانی که زید سعیدوف را هنگام حمله در شب آشوب زندان نجات دادند و رسانه‌های خبری گفتند که زید سعیدوف برعکس جدا مورد حمله گروه‌های مخصوص تندرو در محبس وحدت قرار گرفت و حتی بر سر او با سلاح وزنین آهنی ضرب خورده است که سر او چاک شده است و طوری که اینها میگویند 10 کوک در سر او دوخته شده است تا اینکه به خود آید. ولی زید سعیدوف گفته است که رسما با نمایندگان حامیان حقوق و او چنین حادثه رخ نداده است. بیماران قند در شهر کولاب میگویند شفاخانه منطقوی برای طبابت و معالجه شرایط ندارد. شکایت بیماران از فرسودگی بینا و حالت غیر سانیتری آن است که در برابر دکتران و دردمندان کلموش و کیک ها باشندگانش را اذیت می دهد. بر ضمن این نبودن خط آب مشکل شفاخانه را دوچند می کند. همکارم رستم جانی از وضع این شفاخانه می گوید. این بینا را 45 سال پیش ساختن. حالا مرکز اندوکرینولوژی ولایتی در شهر کولاب اینجاست. هر روزش مثال در تلویزیون در رادیو مثال نشون میتونه میبینیم. خب با این دستور در خیلی توقعی نمیده. منظور سفرعلی نظرف نمایش لوحه‌های تبلیغی از دستاوردهای حکومت در وسایط اخبار دولتی است و 15 سال باز گرفتار بیماری قند است. هنگام طبابت در این مرکز دیده است که سالها وضع آن تغییر نمی‌یابد. همین خیلی کلموش داره که اگر ما وری آدمای هم ترسونشه من شاید ترسیدم. همین کلموشای کلان میگوی حوز دمی چپا میشه خیلی شما مش فنیره. چاو میشود ترخ و پرخ میشود میگو پاتالوگ میگرده. همه چیز داره. کیک هم داره و جاندار هم داره. همه چیز بخیر داره. در این مرکز 2554 بیمار قند را به قید گرفتند که 504 نفرش احتیاج به انسولین دارند. بیشتری آنها به مرکز مراجعت نمی کنند. شرایط نیست در بیمارخانه ما. برای همون بسیاری اونها مراجعت نمی کنند. در این مرکز یک اتاق مردانه و 2 تا زنانه وجود دارد که در هر یکی 5 کت گذاشتند. این سرید کمپیر اومد برفت. گو خواه میکنم جو نرسید. این بینا از چوب ساخته شده است. دوام این سالها فرش و سقف آن تعمیر طلب شدند. یکی همین راه میگردی پلوش میگو که حاضر میغلطم.
ترق پرق کده و هیچ شرایطشون اقصاز نیسته ای مجبوری چکو کنیم. تازه نگه داشتن این بینای به قول مسئولینش فرسوده مشکل است. آب نمی رسد. سنترها سطلشون زارشون کوچه با کوچه آب میکنن. یا وانه های هم را پر میکنن. بعد ایمو وانه استفاده میبرن. طلبات سنتری گیگینی تماما جواب نیست. در ریاست تندرستی شهر کولا به رادیو آزادی گفتند مرکز بیماری های قند به جای بهتر میکوچد. با مؤسسه‌ای که مرکز بیماری دیلی که میکشه با اینجا کشونده میشه. این وعده است که سالهای آخر چند بار صدا داده است. مردم فقط میخواهند مقامات از وعده به عمل گذارند. شرایطی باشد که فرض کنیم که ما هم معالجه بیابیم. نواری که باعث مجازات بلاگرانی صحیفه اولاد میدیا شد به قول حقوقشناسان و وکیلان مردمی در چهارچوبه قانون است و مسئولان آن نباید به جوابگری کشیده شوند. دیروز در یک صحبت بلاگران گفتند خود را جنایتکار نمی شمارند، اما باور ندارند که کسی از آنها حمایت کرده تواند. زنانگیزی نوروز شاه موضوع را ادامه می‌دهد. این بلاگرهای تاجیک ویدیوی هنگامه‌سازی را درباره زنهای خیابانی تهیه و نشر کردند که به باز شدن پرونده جنایی آورد. وزارت کارهای داخلی بعدی 17 ساعت نشر ویدیو در یوتیوب آنها را دعوت و بازپرسی کرد. گفتند این 4 جوان معلومات شخصی را غیر قانونی پهن کردند و اعمالشان غیر اخلاقی بوده است. بلاگرها میگویند واقعیت را نقل کردند. در شهر میگشتم همه چیز را میدیدم، ماشین میمدن دخترها کردی گپ زده، یگان ماشین کمبغل که باشه او کد نمیشتن، یگان ماشین بولیمنی سریوزنی باشه میرفته همه چیز را یک بار نه چند بار. رستم میگوید هدف از ثبت این نوار تغییر مناسبت با تنفروشان و برای ترک این کار به آنها کمک کردن بود. این ویدیو این نوار کمتر باید ما تأثیری ارائه کنیم آدم‌ها. کمتر هم تأثیری هم کمتر بمانه هم کمتر چه بگم تربیوی شود گفته. ما همین ویدیو یک دیرم $1 کار نکردیم. گرچه که هزارها آدم‌ها نوشتن که شما برای پول لوبای کار کردن تیار هستید. برخورد مقامات به نوار درباره زنهای خیابانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلف به بار آورد. حقوقشناسان هم بین عیب اعلان شده و اعمال جوانان ربطی ندیدند. در همین مواد ما باز یک بار دیگه هم تکرار شود نه نام و نسب پره، نه جای استقامت و نه زندگی اویلگی و در وقتی فعالیتی اگر گویم کاری آنها و وقتی درآمد یافتن آنها کار شده است و این درآمد غیر قانونی است. برخی از وکیلان پارلمان بر این باورند که بلاگرها با این نوار یک مشکل جامعه را نشان دادن می‌خواستند و این حق را هم داشتند. دولت دموکراتی است. همه حقوق آزاد ابراز عقیده دارند. زیر ساختارها نیز البته باید این طور حل کنند که ما جامعه را ناآرام نکنیم. با آنکه بلاگرها در عمل خود یگان جنایتی نمی‌بینند، میگویند به هر حکم حاضرند. برای که کجای مثال مراجعت کنیم که اون کس مثال ادوکات دستگیری کنه یا که اون سود همین چیزا همش رسخود است و میدونیم که سر اونا همین جزا را میتیم باید داد او آدمو مثال چی آدم کردن میتونن لیکن возможно فینانسовом плане باور که اپا نداریم. بر طبق ماده 144 کودکس جنایتی اگر عیبی آنها اثبات شود از 10 تا 25,000 سومانی جریمه خواهند شد. 2 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا در رابطه با یک کشتار دستگیر شدند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاکید کرد که این 2 کارمند میلیسا شخصا دست به کشتار نزدند و تفتیشات جزئیات بیشتر را از جمله بی‌طرفی آنها را در این حادثه تحقیق می‌کند. وقتی برنامه خبری امروز به پایان رسید، اخبار گزارش‌های دیگر را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و در سامانه www.azadi.org می‌توانید دریافت کنید. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.